بریم با لیوان یه بار مصرف با هم دیگه کیف ببافیم. میاین لبه لیوان رو دقیقاً عین ویدیو برش میدین. 2 تا از این لبه ها میخوایم. شروع میکنیم این لبه لیوان رو با پایه کوتاه دورگیری میکنیم. دورگیری که انجام شده به سر رج رسیدین، با بافت شلال رج و اتصال میدین. بعدی میاین 3 تا زنجیره میزنین و شروع میکنین 8 تا پایه بلند میبافین. بعد از اینکه 8 تا رو بافتین، نخ گردن قلاب میرین داخل پایه بعدی ولی نمیبافین. دوباره نخ گردن قلاب داخل پایه میرین، نخ میارین بیرون. 3 مرتبه تکرار میکنین. در نهایت نخ گردن قلاب از تمام حلقه ها عبور میدین. 3 زنجیره میزنین و دوباره داخل همین پایه همون کارو تکرار میکنیم. و بعدش در نهایت نخ میگیریم، از تمام حلقه ها عبور میدیم. دوباره بعد از این شروع میکنیم 8 تا پایه بلند میبافیم. بعد از اینکه 8مین پایه بلند رو بافتیم، میایم با یه پایه بلند اتصالمون رو به اون یکی دسته کیف انجام میدیم. روی اون یکی دسته هم دقیقاً همین بافت این طرف از اینجا به بعد تمام رج ها تکراره. جاهایی که پایه بلند داریم روشون پایه بلند میبافیم. توی اون فضای 3 زنجیره وسط کار همون بافتی رو که بهتون گفتم تکرار میکنیم. بافت رو داخل کپشن براتون کامل می‌نویسم. کف کیف رو با پایه کوتاه متصل میکنین. هر جوری دوست داشتین کیفتون رو دیزاینش کنین. لایک و کامنت یادتون نره. کپشن رو حتما بخونین.